سلام به همه دوستداران و عاشقان کشتی. امروز میخوام تو این ویدیو از داغ‌ترین بحث این روزهای کشتی صحبت کنم که واقعا مثل یه بمب ترکیده و ترکشاش تا اتحادیه جهانی کشتی هم رفته. همونطور که میدونید کامران قاسمپور ما قهرمان 2 دوره جهان تو وزن 86 کیلوگرم باخته. اونم کجا؟ تو مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی که تو شهر ریاض عربستان برگزار شده. مسابقه‌ای که همه براش طلا کنار گذاشته بودیم و بدتر از همه شکستش تو اولین کشتی مقابل آرسنی ژیوف آذربایجانی بود که کشتیگیر به نامی هم نبود، شکستی که هیچ کس انتظارش رو نداشت. اما اصل ماجرا چیه؟ چرا کامران تو چند تورنمنت اخیرش تن به باخت میده و تو این 2 تورنمنت اخیرش تو وزن 86 کیلو به شکل‌های عجیب و غریب میبازه؟ ما سالهاست وزن 86 رو با یه اسم میشناختیم، حسن یزدانی. اما حسن آقا به دلیل مصدومیتش و ترجیحش دیگه قصد نداره تو این وزن کشتی بگیره و کامران قاسمپور که طرفداران پروپا قرصش زمانی که حسن یزدانی به صورت سریالی از دیوید تیلور شکست میخورد مدعی بودن که کامران باید تو این وزن کشتی بگیره، که البته کامران تو وزن تخصصی خودش هم یعنی 92 کیلوگرم حریف دیوید تیلور نشد. ببینید واقع بین باشیم، قاسمپور محبوبه، فنیه و هم یه قهرمان واقعیه و من خودم قلبا دوستش دارم. اما سوال مهم اینجاست چرا کامران قاسمپور تو وزنی که قرار بود جانشین مطمئن حسن یزدانی بشه اینقدر درمانده و زیر فشار ظاهر شده؟ همه چی از ریاض شروع شد. همین مسابقات اخیر، مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، جایی که برای کامران یه طلا کنار گذاشته بودیم ولی شکستش مقابل کشتیگیر آذربایجانی که کارنامه یه مشخصی هم نداشت واقعا ما رو متعجب کرد. جالب اینجایی که کامران قاسمپور تایم اول رو 3-0 جلو بود ولی یهو ورق گذشت و تو تایم دوم 5 امتیاز از دست داد و اصلا اون قاسمپور همیشگی نبود. اتحادیه جهانی کشتی هم این شکست رو پررنگ پوشش داد و گفت این برد برای آذربایجان خیلی شیرین بود چون مقابل قاسمپور رقم خورد. در نهایت هم کامران از این رقابت فقط یه برنز گرفت. اما دلیل این افت چی و کی بود؟ علیرضا دبیر و پژمان درستکار معتقدن این همه وزن کم کردن بدن کامران رو دچار افت کرده. گفتن بدن کامران زیر فشار رژیم غذایی شادابی همیشگیش رو از دست داده. یادمون هست کامران به پیشنهاد دبیر و درستکار وارد 86 کیلو شد چون یزدانی بعد مصدومیت شونش تو المپیک 2024 باید عمل میکرد و احتمالاً مدتی هم از میادین دور بود. اما پروژه پرسر و صدای جانشینی یزدانی با شکست ریاض و باخت قبلی در زاگرب عملاً شکست خورد. اینجا میرسیم به اصل قضیه. قاسمپور 2 طلای جهان و 1 برنز داره. جیدن کاکس رو شکست داده، کاری که کمتر ایرانی تونسته انجام بده. اما یه حقیقت تلخ وجود داره. اگه یزدانی تو چنین شرایطی بعد از جهانی وارد مسابقه میشد احتمالاً باز طلا میگرفت، چیزی که قبلا هم ثابت کرده. همونطور که بعد از جهانی با کتف داغونش رفت بازی آسیایی و طلا گرفت. یه موضوع مهمتر این که کشتیگیرای دیگه مثل رحمان عموزاد و یونس امامی هم وزن کم میکنند، اما چرا اونا با اقتدار طلا میگیرن؟ دلیلش هم اینه چون ثبات مدالی دارن. یزدانی تو 10 سال اخیرش تو مسابقات جهانی طلا و نقره گرفته، فقط 1 بار مدال برنز گرفت. به کی میباخت؟ فقط به تیلور میباخت، به جز یه باخت عجیب به خاطر مصدومیتش تو همون المپیک 2024 پاریس که به رمضانوف باخت. اما قاسمپور تو همین 1 سال اخیر به 4 کشتیگیر مختلف باخته: سعدالله، تیلور، زاهد والنسیا و آخری همین حریف آذربایجانیش. کامران چند سال بین 86، 92 و 97 در رفت و آمده، ولی برای المپیک 2028 باید یه انتخاب دقیق و مهم بکنه. پژمان درستکار اعتقاد داره اگه کامران تو 92 میموند و 1 سال مونده به المپیک میومد 86 بهتر بود.
ولی ای کاش زودتر به این نتیجه میرسیدی آقا پژمان. اما الان برگشتنش به 92 احتمالاً یعنی دوباره مواجه شدنش با حسن یزدانی. از طرفی 92 وزن غیر المپیکیه و مسیرش رو برای لس آنجلس سخت‌تر میکنه. در نهایت همونطور که دبیر و درستکار گفتن، بدن کامران زیر فشاره و باید دید این قهرمان خوب جویباری ما برای نجات مسیر حرفه‌ای و المپیکی خودش چه تصمیمی میگیره. چون حقیقت اینه کشتی آزاد ایران تو 86 کیلو هنوز جانشین مطمئن نداره. یه مثال ساده برای درک بهتر، کامران قاسمپور مثل یه جنگنده فوق سنگینه که برای یه مأموریت خاص مجبور شده خودش رو به وزن یه جنگنده سبک برسونه. درسته هنوز هم قدرتش بالاست، اما این کاهش وزن باعث شده سوخت، انرژی و شادابی همیشگیش رو از دست بده. در حالی که حسن یزدانی از اول برای وزن 86 کیلو طراحی شده بود و فشار رژیم روش اثر کمتری داشت. اگه دوست دارین قصه قهرمانای کشتی و تحلیل‌های فنی و داستان‌های کمتر شنیده شده رو بشنوین، حتما کانال رو سابسکرایب کنید. اگه این ویدیو براتون جذاب بود، لایک کنین تا به دست بقیه هم برسه. نظرتون درباره کامران چیه؟ به نظرتون باید برگرده 92 یا بمونه 86؟ تو کامنت ها برام بنویسین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.